سلام، به جغد تیوی خوش اومدین. امروز یه ویدیو خنده‌دار و حال خوب کن داریم. کمربندا رو ببندین که رفتیم. اگه فقط 1-2 سانتیمتر پایین‌تر رو هدف گرفته بود، اون سرباز به جای اینکه کلاهش بیفته، مغزش میریخت رو زمین. تو ارتش برای باز کردن در چند روش مختلف آموزش میدن، ولی مطمئنم این حرکت جزو هیچ کدوم از اون روشا نیست. شما هم با دیدن بدن منعطف ژیمناست‌ها مورمور میشین؟ هیچ وقت نباید با مضر بازی کرد. اولش آدم فکر میکنه از قبل برنامه ریزی کرده بودن، ولی خنده های رفیقش واقعی به نظر میاد. خرابکاری کردنش رو دیدیم، حالا بریم ببینیم اگه همه چیز خوب پیش بره چه شکلی میشه. تعداد اسباب بازی های بچهش انقدر زیاده که برای جمع کردنشون مجبور از پارو استفاده کنه. انتظاری که از پیک اختصاصی داریم یه همچین چیزیه. یه جوری ترسوندنش که دیگه تا آخر عمر جرأت نمیکنه به صفحه لپتاپ خیره شه. از اول مشخص بود قراره چه اتفاقی بیفته، ولی بازم به کارشون ادامه دادن. وقتی فقط یه روز تمرین کردی و حالا فکر میکنی خیلی گنده شدی. طرف رفته بنزین بزنه ولی یادش رفته نازل رو بذاره سر جاش. واقعا چرا بعضیا همه چیزشون فیکه؟ تتو آرتیست زهره ترک شد. بعد از 50,000 تلاش بالاخره موفق شد. وقتی ورق برمیگرده واقعا کاش میشد درسا رو اینجوری حفظ کرد. خفن‌ترین قسمتش اونجایی بود که بطری نوشیدنی رو گرفت و باز کرد. صحنه زیبای دریفت کشیدن از دید راننده. وقتی رفتی حموم و دوست دخترتو به بهانه آوردن حوله گیر میندازی. فقط اگه یکم بدشانسی می آورد چوبه میرفت تو پاچش. واقعا صحنه ترسناکی بود. اسپایدرمن اینجوری تمرین میکنه. این پسره خواهرش رو از روی زمین بلند میکنه و ازش به عنوان تی استفاده میکنه. سرقت گربه‌ای.
وقتی در بازکن ندارین میتونید از این دوست عزیز کمک بگیرین. این پسر بهترین روش برای تموم کردن جر و بحثا رو پیدا کرده. وقتی میفهمیم ماشینت تو زندگی قبلیش هلیکوپتر بوده، ظاهراً هری پاتر جادوگری رو گذاشته کنار و حالا به وزنه برداری مشغوله. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً نظرتون رو توی بخش کامنت ها با من در میون بذارین. وقتتون بخیر و تو ویدیوی بعدی میبینمتون.